بعضیا نمیتونن کمالی رو در دیگران تحمل کنن. حالا از هر نوعیش، قدرت، زیبایی، آگاهی، و شروع میکنن به سرکوب کردن اون فرد و آزار و اذیتش. هم حافظ هم مولانا اتفاق نظر دارن که دلیل حسادت فقط یک چیز میتونه باشه و اینکه اون شخص از خودش و عملکردش راضی نیست. حافظ میگه کمال سر محبت ببین، نه نقص گناه. هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. قشنگ توی مصرع دوم کامل صریح داره میگه هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. حالا ببینیم مولانا چی میگه. مولانا میگه هین کمالی دست داور تا تو هم، از کمال دیگران نفتی به غم. برو یه کمالی تا به دست بیار، که از کمال دیگران ناراحت نشی، به غم نیفتی. یا میگه زان که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. امیدوارم که انقدر بلند نظر باشیم که همیشه از به کمال رسیدن دیگران و از موفقیت هاشون خوشحال بشیم از صمیم قلبمون.